تو دروغ میگی. تو دروغ میگی. من همه ی حرفام عینهون حقیقته. تو دروغ میگی. این حقیقته، این حرفای منه، عینهون همن. همینو میکنم تو دادگاه میکنم تو قاضی. عین چی؟ هون. آها. عینهون هم. آها. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدین به ویدیوی جدید از چنل گریگاز. تعجب نکنید ما دیوونه ایم. خب اگه تا الان اینو نفهمیدین دیگه براتون دیر شده یکم. بله، اگه به این پی بردی که ما دیوونه ایم لایک کن، کامنت بذار و ما رو حتما ساب داشته باش. میخوایم ویدیو امروز رو شروع کنیم. امروز چه ویدیویی داریم علیرضا؟ امروز به رسم از این ویدیوهای چندینی که دیدین داریم بعضی از کارهای قدیمی رو دوباره تکرار میکنیم و الان داریم سگوی میزنیم به یه ویدیوی جدید که 2 حقیقت و 1 دروغه. میگفت چی؟ تو تروس وان لای. آفرین. تموم شد رفت. بازی به این صورته. می‌خواستی چیزی بگی؟ نه، میخواستم بگم که بازیش به این صورته. بله، بازیش به این صورته که من هر وقت که نوبتم میشه 3 تا جمله به سجاد میگم که از این 3 تا جمله 2 تاش حقیقته و 1ش دروغه. سجاد بعد بفهمه که کدوم یکی دروغه. 2 تاش حقیقته و 1ش راسته. و در آخر یه مجازات هم داره. مجازاتش اینه که تو باید، یعنی آره تو که قطعا میبازی، باید به 3 تا از فالوورامون وایس بدی و چیزایی که من میگم رو بهشون بگی. خیلی قراره جالب باشه. آبروی نداشتم اون قراره بیشتر بره. چه حسی پیدا میکنه اگه قرار باشه به فالوورای دخترمون پیام بدی؟ نداریم. کی شروع میکنه؟ چجوری شد؟ خب بیا بریم. سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی، سنگ کاغذ قیچی. حاجی لیتس گو. دیگه دارم میبرم منو. دیگه دارم میبرم. برو بریم. من وقتی که مالزی بودم یه هندی رو اسکول کردم. خب شخصیت تاریخی مورد علاقه من کوروش کبیره. خب من هر شب قبل خواب پادکست گوش میدم. کدومش دروغه؟ اینا همش میتونه باشه، چون میدونم تو مالزی انقدر در مورد هندیا چیز بیس شنیدی، احتمال داره که یه حرکتی کرده باشی. خب مثلا رفتی پیش یه هندی Excuse me, where do I go? What? Can you fix my computer? What do you want to do? Don't tell me what to do. کوروش شخصیت مورد علاقه تو مگه هیتلر نه؟ وایسا و آخرش چی بود؟ پادکست گوش میدی. آره. پادکست هم میدونم زیاد گوش میدی. میدونی من اصلا آخری درسته، چون که هیچ کس وقت نمیذاره پادکست گوش بده. همیشه من پادکست رو میذارن وقتی که دارن در کنارش کار دیگه هم انجام میدن. وقتی که دارن میخوابن. آره دیگه. وقتی در شرف خوابیدنن پادکست 5 دقیقه گوش میدی بعدش میخوابی. آره. بعدش فرداش میری به دوستت میگی آجی یا پادکست پیدا کردم بیرون. من دومی دروغه. تو آدمی هستی که یه هندی رو اسکول کنی، ولی فکر نکنم کوروش شخصیت تاریخی مورد علاقه باشه. درست گفتم؟ من شخصیت تاریخی مورد علاقم تو ایران، شخصیت تاریخی ایران داداش افشار. جالبه. آفرین. نوکرم. میخوام خاطره. آره لطفا. خیلی برای چون نگفته بودی. آره اینو تعریف نکرده بودم. رفتیم بازار چینیا داخل مالزی. خب و اونجا خب کلی کسبه بودن، دست فروش بودن، غرفه داشتن. خیلی جالب بود. جنسی مثلا کفشی که داخل مالا میفروختن 400 مثلا رینگ 4 میلیون به پول خودمون، اونجا بود مثلا چند رینگ؟ 50 رینگ. خب حالا ما رفتیم آب معدنی بخریم تو بازار چینیا بودیم. تو راه دیدیم از این غرفه، ما صبح رفتیم مثلا 10-11 بود، این دکه‌های وسط این بازار چینیا دارن باز میکنن. خب بعد یه فروشنده چینیه بود، از این مجسمه های برج دوقلوها داشت، فلزی بودن که یه دونش من خودم خریدم. یه جای خوب گرفتم. اون داشت قشنگ معلومه جنسش آشغال بود. خب یعنی دیگه فیکش بود، تو مغازه بود، اینو فیکش بود. رفتم پرسیدم گفتم قیمتش چنده؟ گفت 30 رینگت. گفتم 15 رینگت میدم. گفت 15 رینگت کمه برادر. 25 رینگت. گفتم 15 رینگت. گفت 25. گفتم 15. 25. گفت where are you from؟ گفتم ایران. اوکی 50 رینگت. و گفتم باشه من میرم بعدم برمیگردم دیگه. گفتم میخوام برم آب بخرم بعدم برمیگردم. گفت مطمئن باشم برمیگردی؟ گفتم آره. این بریم یه دور بزنیم و اونجا ببین نه بس این تخفیف گرفتم. بعد گفتم آره تو سر مال زدی بعدش هم برنگشتی. آره نه بعد اینکه آره رفتم خریدم، از این راهی رفتم که منو نبینه، برگشتم رفتم آبو دادم به خانواده، تشنشون بود. دوباره تو راهی که داشتیم میرفتیم بعد از همون مسیر رد میشدیم، من از وسط 2 تا دکه دیدم داره میاد طرفم، در رفتم اونور رفتم. بعد آخرین کلمه‌ای که از
اونجا شنیده بود که میگم برادر. من تا الان 4 تا پارتنر داشتم. من 50 تا بورد گیم دارم. من معدل سال نهمم از بقیه سالام بهتر بوده. سومی درسته. خب تو راجع به 3 تا پارتنرات همیشه با من صحبت کردی. شاید فقط 3 تا بودن. 50 تا بورد گیم داری؟ ببین همیشه آمار ثابت کرده که هر وقت صحبت از عدد میشه همیشه یه چیز بالا پایینه دیگه. تو 50 تا بورد گیم نداری. درسته. کیف کردی 41 بورد گیم. کیف کردی. خب الان پس شدیم چی؟ یک اصلا در واقع امتیازی به کسی داده نمیشه. نه دیگه. آره. من وقتی بچه بودم آرزو داشتم یه ویدیو کلوپ یا همون CD فروشی باز کنم. من یه بار در اتاقم شکوندم. اینو جالبه. بدترین تجربه سفر من با قطار بوده. آخری رو میدونم درسته. یادمه من همیشه یه بار فکر کنم برای تعریف کردم که من خیلی قطار دوست دارم. بعد گفتی نه آجی من رفتم مگر اینکه 5 ستاره بری خیلی مزخرفه، خیلی تکون میخوره، بلنده، نمیدونم تو همون اونجور چیزا. آخری رو میدونم درسته. میکنم اولیه دروغه ویدیو کلوپه. باز کنی نه نمیخواد باز کنی. نگفتم بهت نه؟ نه بچه بودم عاشق این بودم CD فروشی. جدی میگی؟ آره. ای بابا خب حالا کدومی؟ من تا حالا با قطار مسافرت نرفتم. با کی بود گفت تجربه بود سفر با قطار خیلی بده؟ من نگفته بودم. من چه مکالمه ای رو پس اینقدر دارم با جزئیات تعریف میکنم؟ what the fuck؟ من تا الان 3 جام شکسته. کجا؟ کلم، پام و دستم. خب من یه بار از 15 متری خودم انداختم پایین. خب من به خاطر مشکل قلبی میدون تیر تفنگ دست نگرفتم. اینا 3 تا چیزای مشکلات جسمیه. هر کمتاشون لهجه گرفتن. هر کمتاشون یه تیم. آره نه این از قضا. هر کمتاشون یه تمیشون. هر کدومشون داره یک تم خاصی هستن. بله. تو تا حالا راجع به مشکل قلبیت با من صحبت نکردی. مشکل قبلیت صحبت کردی ولی مشکل قلبیت نه. مشکلات قبلیم زیاد بود. برای خدا رضا اینا حل شد خدا رو شکر. پس من چیزو میگم دیگه. آخریه چی بود؟ مشکل قلبی. مشکل قلبی. سال 11 ما رو بردم میدون تیر. من فکر کنم با هم اونجا بود. بعد آره من یه مشکل قلبی دقیقاً همون موقع داشتم. از سال 10 آره. تر زدم خب. بله. دروغه 3 جام شکسته بود. من سرم که شکسته جای بخیه‌اش. من دستم نشکسته. من انگشت کوچیک پام شکسته بود که دقیقاً توی ویدیو قبلی هم گفتم که پام محکم زدم به مبل که شکست. ای بابا جفتمون داریم چیزای اشتباهی رو به یاد میاریم. من یه زمانی از آهنگ ناتینگلز مدر متنفر بودم. من پاییزی رو به یاد دارم که تو سرما نخوردم. یعنی تو همه پاییزا سرما میخوری؟ من سمبوسه رو بیشتر از فلافل دوست دارم. این سمبوسه و فلافل خیلی سخته. خیلی سخته. چون معمولا زیاد میخوریم. این ناتینگلز مدر خیلی سخته الان چون که ما دوست شده بودیم. یه سال هم گذشته بود که من خیلی جدی رفتم سراغ راک و عاشق ناتینگلز مدر شدم. ولی تو قبل از اون شنیده بودی این آهنگ رو. این ناتینگلز مدر رو تو خیلی وقت پیش شنیده بودی. اینا چیزایی که من هیچ اطلاعی ازشون ندارم. بالاخره صفره. داداش کم وقت گذروندی ریدی با این رفاقت. نه صبر کن چون یکیش دور. واقعا اگه یه زمانی از آهنگ ناتینگلز مدر بدت می اومده تو یه هیولایی. اولیه دروغه و اگه راست باشه تو یه هیولایی. من بدم میومد از آهنگ تو یه هیولایی تو مانستر دیگه من آره می‌خواستم بگم مانستر. نه واقعا می‌خواستم بگم مانستر. خونت حلاله. چطوری میتونی از این آهنگ بدت بیاد؟ میدونی چطوری؟ کلاس 6 یا 7 بودم خب تازه. حالا دروغه چی بود؟ دروغه من پاییزی رو به یاد دارم که تو سرما همه پاییزا سرما خوردی؟ هر پاییزی که یادم سرما خوردم. آره واقعا. مثلا برج 8 میشد واقعا بگو چون مدرسه بود دیگه. تو مدرسه هم مریض میشدیم. یه زمانی از آهنگ ناتینگلز مدر متنفر بودم و اون چه زمانی بود؟ زمانی که تازه این گیتار فندر رو گرفته بودم و رفته بودم کلاس گیتار. روز اولی که رفتم تو کلاس گیتار استاد گیتارم دست کرد از داخل پلاستیکی که همراهش بود 6 تا صفحه آورد بیرون داد به من. خب گفتم چیه؟ گفت آهنگی بعد کار کنی. ناتینگلز مدر داد. ناتینگلز مدر داد به من. اینجوری بود که دیگه اونقدر نمیتونستم آهنگ رو بزنم و اونقدر آسی شده بودم تمرینش میکردم نمیشد ازش متنفر شده بودم. آره. کشور مورد علاقه من برای زندگی کاناداست. ها
زبان مورد علاقه من فرانسویه. خب تایپ مورد علاقه من نژاد لاتیناست. اولی دروغه. تو کشور مورد علاقت کانادا نیست. چون قبلا به موضوع اعتراف کرده خودت. درسته؟ بیاسه. نه خرابه، کشور مورد علاقه من برای زندگی کاناداست واقعا. گوه نخور. تو همیشه گفتی من دوست دارم اورتون زندگی کنم. اورتون که نه، برایتون. آره نه. دلیل این که کانادا اولا که دروغه چیز بود، لاتینا بود. اون نیست و زنان آسیایی هستن. آسیای شرق. آره من کشور مورد علاقه‌ام برای زندگی کانادا، چون یه میدونی چرا اینقدر کانادا رو من دوست دارم؟ چون کانادا یه مرز باریک بین اروپا و آمریکاست. من از جمع‌های شلوغ متنفرم. آها. بچه که بودم همیشه میترسیدم جن زیر تختم باشه. کی نمیترسه؟ من نمیتونم وقتی در اتاقم بازه بخوابم. جن و در و اولی چی بود؟ جمع‌های شلوغ. جمع‌های شلوغ. آره جمع‌های شلوغ میدونم. نه وایسا. آدم بیرون برای هستی ها، یعنی چیز هستی ها، برونگرایی، اوتروورت هستی ها، کلمش اوتروورت هستی، ولی نه اولی فکر کنم راسته. تا جمع شلوغ مثلا کلاس، مثلا جمع 15-20 نفره. آره نه مثلا 2000 تا. آره میدونم کنسرت که نیست که. فکر کنم دومی دروغه. کدوم؟ ببخشید جن. درست گفتم؟ نوکرم سایه. میدونی از کجا فهمیدم؟ چون هر بار ما کار داریم میخوام برم تو اتاق یه چیزی رو بردارم، در اتاق همیشه بسته است. دیدی وقتی میای داخل اتاق میگم علیرضا درو ببند. آره. من در اتاق باز بشه نه تمرکز میتونم بکنم، نه میتونم کار کنم. نه اصلا خوابم میبره. این یکی دیگه الان علیرضا برده دیگه، الان آره. حیثیتیه دیگه. ولی این تم جالبی داره. جالب این تمش تم اسمه. من میخوام اسم دخترمو بذارم صدف. خب من الکی میگم عاشق اسم آیدان و فقط میخوام که میم شه. من بچه که بودم دوست داشتم اسممو بذارم سیامک. ببین تو بچه بودی خب کسخل بودی، بالاخره مهران مدیری هم زیاد میدیدی، شاید دوست داشتی اسمت سیامک انصاری باشه، مثلا عاشق سیامک انصاری بودی. خاطر میگی که مثلا دوست داشتم اسمم سیامک باشه. ممکن. بعد از طرفی نه تو اسم آیدا رو دوست داری. ممکن. نه بخاطر اینکه میخوای میم شه. ممکن. و هیچ وقت تو راجع به اینکه مثلا بچه داشته باشی و فرزند داشته باشی با من صحبت نکردی. بعید میدونم بچه خیلی خوشت بیاد. ممکن. اولی دروغه. آره. نگاه من میخوام یه کمکی بهت بکنم. خب متوجه هستی برعکس چیزی که گفتی عمل کردی؟ تو داری میگی که تو عاشق اسم آیدا هستی. خب ولی از طرفی میگه اولی دروغه. چیز آره دومی آره اینجا دیگه خودم کمکت کردم. آره نه میدونی من اصلا نمیخوام، من واقعا عاشق اسم آیدام. آره. آیدا خیلی اسم قشنگیه. من اصلا شوخی نمیکنم. بریم سراغ مجازات. آره بریم مجازات. من ارشیا رو از آقا بیا به سپر مسیج بده، بگو آجی یه چند وقتی هست نمیتونم فکرت بیام بیرون، شبا خوابتو میبینم. خلاصه میفهمه دارم کس. آره اشکال نداره، هیچ کس باور نمیکنه. همش میرم عکسای پارسال رو میبینم، یعنی قدر همو ندونستیم پارسال. جات خالیه، حسابی تو قلبم جات خالیه. سید میدونم که آدم احساسی هستی و منم فوق العاده آدم احساسی هستم. دوستت دارم داشتم. شبا که میخوام بخوابم بهت فکر میکنم داشتم. برگرد چقدر خوب بود. دیدی؟ خب حالا بده من یکی دیگه هم پیدا کنم. یا به محسا پیام بده. من نمیشناسم. اشکال نداره. دستون بگه بعد بشناسی. خب چی بگم؟ به محسا پیام بده بگو آجی خیلی وقت نمیبینم ویدیوامونو ببینی ها. کجایی داری چیکار می‌کنی؟ سلام چطوری؟ خوبی محسا چرا فعال نیستی تو پیج؟ من واقعا شاکیم. شمایی که اینقدر دایرکت میدادین پیام میدادین، نه الان کامنت زیر ویدیو یوتیوب میذارین، نه نمیدونم زیر ویدیو اینستا کامنت میذارین، نه ویدیو استوری میکنین، نه شیر میکنین. با کجای خب خبر چیز نه یه خودی نشون بدید. آره دیگه قلبمون درد گرفت. چی میگی؟ دلمون تنگ شد. قلبمون درد گرفت چیه؟ داری میگی خودتو لبخونی کن. به یکی پیام بدیم میگه با زود انزالی چی کار میکنی؟ راه حلی براش نداری؟ به این پیام بیا سه جواده. آره خوبه. نه جواد خودمون نه. سلام چطوری داشتم؟ خوبی؟ چه خبر؟ پیدات نیست. آقا میگم تو دستت تو کاره، این مشکل زود انزالی و باید چی کار کرد داداش؟ جدی میگم. گفتم حالا تو یکم دستت تو کاره اینا ببینیم جریانش چجوریه و اینا. دمت گرم. یالا کمکی تونستی بهم بکن.
خیلی هم خوب آقا، خیلی هم عالی، من راضیم. ریسپاندی ازشون نگرفتیم، احتمالاً هم حالا نگیریم. بچه‌ها ساب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید. مرسی از اینکه ویدیو رو دیدید، دمتون گرم، خیلی دوستتون دارم. ویدیو بعدیمون هم لطفاً بریم ببینیم. یه ویدیو هم تو اند اسکرین میذاریم که پارت 1 همین ویدیوه، حتما اونم برید ببینید. واقعا پشماتون میریزه ما 2 سال پیش چه کانتنتی درست می‌کردیم. برید پراتون بریزه. فعلا مراقب خودتون باشید، یادتون باشه هیچ چیز با ارزش‌تر از شما تو این دنیا نیست. فعلا خدافظ. فعلا